سلاطین جوجو تو این ویدیو اومدیم بریم کارتای شنبه 30 رو بهتون معرفی کنیم. قبل از اینکه سراغ ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و بزنید سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا سلاطین کارت اول تو بخش اسپیشینالزه که شما باید بیاین پایین و این کارت رو بخرین که من نمیتونم بخرم چون 7 میلیون قیمت خورده و من بخرم ضرر میکنم. این از اولین کارت. تا میریم سراغ کارت بعدی حتما لایک کنید. کارت بعدی تو بخش رفقا تو بخش پری تیم هستش که شما باید بیاین ساپورت تیم رو بخرین. رفقا بذار پیداش کنیم. ساپورت تیم چه پیدا نمیشه. ساپورت تیم فکر کنم همینجاست. بریم اینجا هم بگردیم. خب رفقا بریم سراغ این کارت ها. اون کارت پیدا شه شما بعد این کارت رو خریداری کنید. بذار بیارم رفقا واسهتون. پری لانچ رو خریداری کنید که من بازم نمیتونم خریداری کنم چون این مبلغش انقدر هست. و خب رفقا ساپورت تیم بزنم رفقا اینجا رفقا اینجا اینهاش. این از ساپورت تیم و بگیرین. من حالا میگیرم. حالا مطمئن شید شما. و اون دوتا کارت رو دلیلش گفتم چرا نمیتونیم بگیریم. دلیلش این هستش که چون 23 میلیون با 7 میلیون میشه 30 میلیون خیلی ضرر میشه. حتما تو کامنت ها نویسین پروفیتتون چقدره. رفقا این سکه هم اینجا هستش که من تو اون یکی اکانتم گرفتم و تو این اکانت نه هنوز. بریم حالا امتحان کنیم. ویدیوش هم حتی گذاشتم. پلی رو میزنیم. اینو میاریم بالا. این اینجا رفقا ما اینو تو چیز انجام دادیم. اینو میاریم پایین. اینم اینجا حالا رفقا اینو حالا ول کنین. این بود از این ویدیو. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.